چارلی چاپلین، یکی از بزرگترین کمدین‌ها و کارگردانان تاریخ سینما، نه تنها به خاطر فیلم‌هایش بلکه به خاطر سخنان عمیق و فلسفیش نیز شناخته شده است. در اینجا 15 سخن از او آورده شده است که می‌تواند الهام بخش شما باشد. زندگی یک نمایش است و ما همه بازیگران آن. خنده بهترین دارو است. آرزوهایم را در دل نگه می‌دارم، زیرا آنها را به واقعیت تبدیل می‌کنم. سختی‌ها و مشکلات ما را قوی‌تر می‌کنند. هرگز از رویاهایت دست نکش. محبت تنها چیزی است که می‌تواند دنیا را تغییر دهد. بزرگترین هنر زندگی توانایی خندیدن در برابر مشکلات است. ما باید یاد بگیریم که با یکدیگر زندگی کنیم. سکوت گاهی از هر کلامی گویاتر است. خود را جدی نگیرید، زندگی خیلی جدی است. هر روز یک لبخند به چهره دیگران بیاورید. تنها در تاریکی می توانیم نور را ببینیم. زندگی کوتاه است، پس آن را با شادی پر کنید. خنده زبان جهانی است. بهترین راه برای پیشرفت کمک به دیگران است. این جملات نشان دهنده فلسفه زندگی و نگرش مثبت چاپلین به دنیا و انسان هاست. بیایید با الهام از این سخنان زندگیمان را با شادی و محبت پر کنیم.